حتما یادتون هست که همون فردای گرون شدن بنزین عظمای درب و داغون به صحنه اومد و اینطوری گفت: مسئولین محترم آمدن گفتن که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشه. خب بله، این مهمه. اینطوری بود که به فرموده ولایت هیچی گرون نشد به غیر از دلار و گوجه و مواد اولیه کارخونه ها و پنیر و چیپس و میوه و صندلی اتوبوس‌های شهری. اینجاست که جایزه یابوی بلورین به عظما و شیخ فری تعلق میگیره، چون از آب که چه عرض کنم، از خاک هم دارن کره میگیرن. از یه طرف از مردم مالیات میگیرن که براشون خط اتوبوس را بندازن، بعد دوباره برای ورود مردم به اتوبوس ها هم ازشون پول میگیرن و تازه داستان هم به همینجا ختم نمیشه و برای نشستن روی صندلی های اتوبوس هم دنبال تیغ زدن مردمن. یه زمانی خمینی دجال میگفت مردم ولی نعمتای ما هستن و بعد هم در ادامه دیدیم که آخوندها برای چپاول ولی نعمتاشون چه ولع سیری ناپذیری دارن. یعنی نه تنها با اختلاس و دزدی اموال مردم رو غارت میکنن، بلکه برای کوچکترین خدمات شهری هم دوباره دست در جیب مردم میکنن. الان اگه شما یه سری به کابینه شیخ فری بزنید میبینید که دزدای عمامه دار و بی عمامه خیلی سخت در حال تلاشن تا شیوه های جدید دزدی رو به مرحله اجرا در بیارن. احتمالاً یکیشون میگه که کرایه صندلی جلوی تاکسی رو بالا ببریم، اون یکی میگه داخل هواپیماها رو میله کشی کنیم تا یه عده مجبور بشن تو هواپیما بایستن و بعد صندلی‌های هواپیما رو هم به مسافرا بفروشیم. لابد یکی دیگه‌شون هم پیشنهاد فروش صندلی قطارها رو مطرح میکنه و میگه اگه کسی بخواد با قیمت سابق بلیت قطار بخره باید مثل اهالی بمبئی روی سقف قطار بشینه و از طبیعت لذت ببره. اگه فردا تو خبرها شنیدید که آخوندها یک لاین از خیابونها را به مزایده گذاشتن یا نفس کشیدن هم پولی شده و برای شمارش دم و بازدم مردم هم کنتور گذاشتن، اصلا تعجب نکنید. اقتصاد ولایی یعنی همین.